أينما كنا أينما حالا باشد برادرمون عبدالرشید چند حرفی را برایمان یادرس و بیان میکند، همچنانی که الله متعال میگوید اگر شما روی گردانید الله قوم دیگر رو میآورد که آنها مثل شما نیستند. همزمان الله در حق مشرکان قریش میگوید اگر آنها کافر شدند ما آنها را با قومی میسپاریم که کافر نیستند. این برادر فاضل شما عبدالرشید از شهر بخارا می باشد که شهر امام بخاری رحمت الله علیه است. الله به او در آموزش علم حدیث و دیگر علمهای شرعی فهم و ذکاوت و رغبت زیادی داده است. خوش آمدید برادرم عبدالرشید. برایتان پوشیدن است که یگان نفر از صاحبان کتاب‌های صحاح سته عرب نبودند، بلکه همه‌شان عجمی بودند. در حقیقت در دینمان بین عرب و عجم برتریت وجود ندارد مگر اینکه از جهت تقوا و پرهیزگاری باشد. بله، افضلیت تنها در پرهیزگاری می باشد. مثلا غلام زنی با ایمان از زنی مشرکه بهتر است، اگرچه زنی مشرکه برایتان پسندیده باشد، و غلامی با ایمان از شخص مشرک بهتر است، اگرچه مشرک به شما پسندیده هم باشد. به هر حال برادر اسلامی سهمی بیشتری دارد و افضلتر است. مرحمت برادرم عبدالرشید، برایتان موفقیت خواهانم. می توانید به ما پند دهید، لکن بیشتر از 10 دقیقه صحبتتان طول نکشد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در حقیقت ما طالب علمان خارجی هستیم، با دانش خیلی کم به نزد شما آمده ایم. ما را خوش پذیرفتید و آنچه نزد خود داشتید دریغ نداشتید. علمهای شرعی را به ما تدریس کردید. به همین خاطر الله را سپاسگزارم و شما را نیز سپاسگزارم. شادم که پیوسته از استاد ارجمند مصطفی ابن عدوی حفظه الله دانش می آموزیم. دوستان گرامی، الله به شمایان اجر و برکت دهد. حالا برایتان یادرس کردنیم که الله برای شما عالمان زیاد بخشیده است که هر یک از آنها نعمت هستند. شما چون استاد مصطفی ابن عدوی 10 عالمان زبردست دارید. می خواهم برایتان حدیث شریف پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را خاطررسان کنم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می گویند الله علم را به سبب باز پس نمی گیرد، بلکه به سبب مردن علما علم برداشته می شود، حتی عالم باقی نمی ماند. از همین سبب مردم به جاهلان پیروی می کنند. جاهلان بدون علم فتوا می دهند، هم خود را و هم دیگران را به گمراهی می برند. عادتاً انسان بعد از دست دادن نعمت به قدر آن می رسد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ایمن را زیارت می کردند. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از دنیا رحلت نمودند، ابوبکر و عمر رضی الله عنهما گفتند بیایید به زیارت ایمن رویم. چگونه ای که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چنین عادت داشتند. آنها چون به نزد ایمن آمدند، ایمن به گریه افتاد. ابوبکر رضی الله عنه گفت چرا گریه میکنید ای ایمن؟ ایمن در جواب گفتند چون که پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم وفات کردند و خبر آسمانی هم قطع شد. آنها نیز در تأثیر سخن ایمن به گریه افتادند. بینگرید ای برادران عزیز، آن زن تا چه حد قدر وحی آسمانی را احساس کرد و خوب درک کرده بود. ما باید این فرصتها را غنیمت دانیم. همچنین در حدیث مسلم آمده است که وقتی که زید ابن ثابت رضی الله عنه از دنیا چشم پوشید، عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما به هم نشینان خود چنین گفتند علم به همین گونه از بین می رود. واقعی است که امروزها با موت عالمان علم زیاد دفن گردیده است. دوستان عزیزم، این فرصت ها را غنیمت دانید.
با سخن قیل و قال خود را درمان نکنید. برای آموختن علم از عالمان فرزانه بهره برید. شاهدی واقعه گردیدم که بیان آن صحنه اینجا عینی مدعاست. پیش از آمدنم به مصر در کشور امارات از استاد عبدالله سبت دانش آموختم. بعد سفرم به اینجا شنیدم که استاد از عالم چشم پوشیدند. بعد گذشت مدت به امارات دوباره سفر نمودم. وقتی به مدرسه رفتم دیدم که آن مرکز علم و خیرات به یک بینای استقامتی تبدیل یافته است. نه از سر از طالب علمان دیده می شود و نه از عالمان. کتاب ها را نیز به دیگر مکان کوچانیدند. آن زمان حدیث را به خاطر آوردم که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند الله جل شأنه علم را به واسطه نمی ستاند، علم را به سبب موت عالمان می ستاند. برادران گرامی قدر، فرصت ها را باید غنیمت دانیم و علم استاد مصطفی عدوی را بیاموزیم. الله جل شأنه به استاد مکافات نیک و برکت دهد. به شما نیز الله اجر و پاداش خوبی دهد. تشکر به دقتتان.